در تجارت بین‌المللی شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری اروند با سابقه‌ای درخشان و ارائه طیف وسیعی از خدمات به عنوان یکی از غول‌های این صنعت شناخته می‌شود. شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری اروند در سال 1397 تأسیس شده است. این شرکت خدمات گسترده‌ای از جمله حمل و نقل دریایی، راهبری ترمینال‌ها و خدمات جانبی شامل بازرسی کانتینر، راهبری دکل‌های حفاری دریایی، انبارداری و خدمات فورواردری ارائه می‌کند. شرکت اروند در برنامه‌های خود به بهبود زیرساخت‌های بندری خرمشهر، افزایش ظرفیت‌های لوجستیکی و جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه پایدار این منطقه متعهد شده است. در همین راستا شعبه جدید شرکت با حضور و استقبال مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی طی مراسمی در بندر خرمشهر افتتاح کرد.